وزارت تندرستی تاجیکستان شام 15 فوریه خبر داد که در شبانه روز آخر در کشور همگی 3 مورد سرایت شهروندان به ویروس نو کووید 19 ثبت شده. در این زمان 5 نفر از آنهایی که قبلا به این ویروس گرفتار شده بودند شفا یافتند. بر اساس آمار وزارت تندرستی تا شام 15 فوریه در تاجیکستان در شرایط خانه یا بیمارستان 12 نفر از کرونا ویروس تبابت می گرفتند. در اول ماه فوریه شماره چنین بیماران تا 80 نفر گفته می شود. بنا به آمار رسمی وزارت از آغاز پاندمی تا شام 15 فوریه شماره عمومی گرفتار شدگان به کرونا ویروس در تاجیکستان به 17385 نفر رسیده. از این شمار 17249 نفر یا 99.2% از جمع سرایت شده ها شفا یافتند، ولی 124 نفر متاسفانه فوت دیدند. از 21 ینور به این طرف در کشور در عموم 290 حالت سرایت کرونا ویروس رسما ثبت شده. خوشبختانه یگان حالت مرگ از این ویروس به قید گرفته نشده است، ولی منتقدان میگویند شماره واقعی قربانیان کرونا ویروس نظر به ارقام رسمی خیلی بیشتر است. هنوز سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی روی خط بیش از 400 شهروند تاجیکستان نشر شده بود که گفته میشد به علت کرونا ویروس وفات کردند. همین طور ده‌ها تن از زادگان تاجیکستان در کشورهای دیگر اساساً در روسیه قربانی کرونا ویروس شدند. مقامات تاجیکستان واکسن را یک راه از همه مؤثر و علما اثبات شده پیشگیری از گسترش باز هم بیشتر پاندمی میشمارند. تا 6 فوریه در کشور نزدیک 4.6 میلیون نفر یا تقریباً 80% اهالی کلانسال تاجیکستان دست کم یک وایه واکسن ضد کرونا ویروس گرفتند. مقامات اولو اهالی را در تاجیکستان به گرفتن وایه سیوم واکسن تشویق کرده ایستادند.